بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. امیدوارم هر کجا که هستید در سرمای روزهای زمستان محفل و فضای موجود اطرافتون، چه در داخل خانه، چه در فضای کار، چه در محیط دوستان و آشنایان، چه در بین اقوام و خویشاوندان و چه در فضاهای مجردی برای دانشجویان و کارگران عزیز و ارجمند، هر کجایی که هستید فضای داخل و فضای دور براتون گرم و گرمتر و گرمتر باشه از لحظات گذشته. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت رو در اختیار ما قرار داد و این منت رو بر ما و همکاران بنده گذاشت تا خدمتگزار شما خوبان باشیم در سفره دیگر از سفره های دل. جناب دکترم همچنان در کنار این سفره نشستن و مشغول نوشیجان کردن چایی. عرض ادب و سلام و احترام دارم به نمایندگی از شما عزیزان. قبل از شما البته من در هنگام لحظه دخول به استودیو با ایشون سلام علیک کردم. از طرف شما سلامتون رو میرسونم و خوش آمد میگم از طرف شما و از طرف خودم خدمت جناب دکتر. خوش آمد. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز از اینکه باز هم فرصتی در اختیار بنده قرار داده شد و تونستم در محضر شما باشم، گرچه که شما در ابتدای برنامه برای همه آرزوی سعادت و فضای گرمی کردید، مگر برای مسافرها که ما بیچارا رو هم گذاشتید اینجا. نه گفتم در اختیار فضاهای مجردی دیگه مسافر هم در بر میگیرن. ما در جزء مجردا محسوب میشیم. تنها این فعلا که در سفر. در حال خیلی خوشحالم که در خدمت شما بینندگان عزیز هستم و امید هست که انشالله بتونیم در این برنامه هم گامی در راستای تصحیح و اصلاح جامعه برداشته باشیم و در رکاب استاد بزرگوارم استاد سلیمانی عزیز بتونیم با هم در راستای ساختن این جامعه و رفع مشکلات و سختی‌های جامعه و دیگران کوشا باشیم. خیلی خیلی حرف است وقتی که ما می‌بینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم از غار حرا تشریف میارند بعد از اون واقعه نزول وحی و دیدن جبریل و اون بیم زده شدن و اون وحشت زده شدن، مادر مؤمنان خدیجه کبرا بهشون میفرماید والله لن یخزیک الله ابدا، سوگند به خدا که خداوند تو رو تنها رها نخواهد کرد. چرا؟ میفرمایند چون که تو به جامعه میرسی، به فکر دیگران هستی، درد دیگران رو داری، صله رحم به جا میاری، آدمای بیکار رو کار میدی، آدمای افتاده رو بر میداری، نمیذاری که جامعه تنها درد بکشه، سعی میکنی که پانسمان کنی دردهای جامعه رو. در خدمت استاد سلیمانی هستیم و پانسمان دردهای جامعه. خدمت از ماست جناب. از دلهای گرم آه سردی خارج میشه وقتی که میبینه در این فضای سرد و در این روزهای سرد عده‌ای هستند که هر چقدر تلاش میکنن تا ماحول خودشون رو گرم کنن قادر نیستن و تواناییش رو ندارن. کسانی که در هجرتن، کسانی که در غربتن، کسانی که جنگ ها علل خصوص در کشورهای همسایه ما سبب شده تا آواره بشن در این روزگار و در این شرایط سخت، کسانی که به خاطر اشتباهاتی که در فضای داخل خانه انجام شده و کیان خانواده رو از هم گسسته و خانواده از هم پاشیده و الان یکی این طرف یکی اون طرف، کودکی فرزندی از این خانواده قهر کرده، فرار کرده، به هر دلیلی رفته و در گوشه شکار یک گرگی شده یا دلش زده شده از بیمهری های اطراف، یک گوشه افتاده و الان سرپناهی سرپرستی برای خودش نمیبینه و به دنبال یک جایی میگرده که مشکلات خودش رو حل بکنه. هستن عزیزانی که تماشای حالت اونها و وضعیت اونها
دل ما رو به درد میاره و در این شرایط و در این روزها ما بیشتر میتونیم احساس بکنیم مشکلاتی رو که اونها تحمل میکنن، چون خودمون هم با فرارسیدن فصل سرما ما بیشتر احساس میکنیم که امکانات نیاز داریم و بیشتر احساس میکنیم که فضای داخل خانه نیاز به رسیدگی و توجه بیشتری داره. همون گونه که در رمضان ما وقتی که روزه میگیریم احساس بیشتری میکنیم و همدردی بیشتری داریم با کسانی که گرسنگی تحمل میکنن، نه یک روز و نه یک ماه بلکه در طول سالی که بر اونها میگذره وضعیت زندگی اونها این گونه است. نه اینکه خودشون خواسته باشن بعضی کم بکنن، بلکه شرایط زمانه و شرایط زندگی اونها رو مجبور میکنه که این گونه به هر حال زندگی بکنن. اینکه این وضعیت یک آزمایش الهی است برای اون بنده، شکی در این نیست، ولی این رو فراموش نکنیم که الله تعالی فرمود و جعلنا بعضکم لبعض فتنة. من الله با عظمت برخی از شما رو وسیله آزمایش برخی دیگر قرار دادم. اونها گرچه این عزیزان خودشون با این وضعیت زندگی در آزمایشی که الله تعالی برای اونها قرار داده وظیفه‌ای دارن و باید اونگونه‌ای که شایسته است به حال صبر بکنن، استقامت بکنن و عمل بکنن. در مقابل مهمتر از آزمایشی که اونها میشن، اونها وسیله آزمایش ما هستن و ما هم داریم به وسیله اونها آزمایش میشیم تا الله تعالی ببینه که ما چگونه امکاناتی رو که الله تعالی به ما داده و نعمت‌هایی رو که در اختیار ما قرار داده و گذاشته چگونه در راه حل این مشکل ما اینها رو صرف میکنیم. امروز میخوایم در امتداد موضوع گذشته در موضوع فقر به موضوع فقر زدایی بپردازیم و در این باب صحبت بکنیم که وظیفه من و شما چی هست و چه باید بکنیم برای برداشتن گام‌های مؤثر و مفید در راه حل این مشکل. ابتدای سخن با جناب دکتر شما بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. ما در جلسه گذشته هم روی این مبحث سخن گفتیم که فقر در واقع یک معضله شخصی نیست، یک درد یک فرد یا درد یک خانواده نیست، چون که بازتاب این و زیر مجموعه هایی که این فقر به وجود میاره از فساد اجتماعی گرفته تا از هم گسیختن کیان یک خانواده تا کشیده شدن به جهالت و به دزدی و فساد اجتماعی دیگه و بیربندواری، همه جامعه رو در واقع تحت شعاع خودش قرار میدیم. پس در مقابل این فقر همه جامعه مسئولن، درد یک نفر و یک خانواده نیست. همونطور که شما اشاره فرمودید که بله خداوند متعال یک انسان رو آزمایش میکنه، در یک آزمایشی قرار میگیره، اما این آزمایش پیامدهاش انعکاسی که داره همه جامعه در واقع در این آزمایش شریکن، در این امتحان الهی شریکن، زنجیروار به هم مرتبط میشن. دقیقاً، چون که جامعه به هم دوخته است. من تنهایی تو کره مریخ زندگی نمی کنم، در بین یک جامعه هستم، در بین یک خانواده هستم. مشکل من مشکل بازتابش خواهناخواه به همسایا میرسه، به خانواده میرسه، به کل جامعه به گونه‌ای میرسه. آجوری از این دیوار وقتی که از بین میره کل دیوار تحت خطره. در یک کشور مثلا اگر ما در مرز فلان مرز کشور مشکل داریم، این مشکلی که یه آدم فقیر تو منطقه مثلا مرزنشین بلوچستان داره، این در واقع مشکلی که است کل کشور هست. حتی اون ثروتمندی که تو تهران لمین داده از این امروز یا فردا دودش به چشش خواهد اومد. این امنیتی که ما در یک کشور داریم، در یک جامعه داریم، این امنیت کلا بحرانی میشه. وقتی که امنیت از کشور رفت، از یک جامعه رفت، اون جامعه دیگه اقتصادش افت خواهد کرد، وضع اجتماعیش به هم خواهد خورد، وضع سیاسی بحرانی خواهد شد، کل فضا فضای امنیتی خواهد شد. در سوره قریش خداوند متعال منتی که بر قریشیان میذاره چی بود؟ امنیت. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یکی گرسنگی رو که مایه به اصطلاح فقر رو برداشت از جامعه و امنیت در اون جامعه شد و این دو تا به هم ربط دارن. امنیت نشد فقر حتما هست. فقر بود در جامعه، امنیت متزلزله. اینی که ما فکر کنیم که نه به اصطلاح
ما در امان امنیت هستیم، یک چشمی، یک گوشی، سر گوشی آب بدیم به اطراف خودمون، ببینید همین کشور عراق همسایه ما، همین کشور افغانستان، همین کشور سوریه، همین کشوری که یمنی که به اصطلاح امروز سردمداران ما آتش اونجا به پا میکنن، تو این کشور هم افراد ثروتمند بودند، افرادی بودند که از نظر اقتصادی خوب بودند، سیاستمدار بودند، نمیدونم اساتید دانشگاه ها بودند، نمیدونم بازاری ها بودند، همه در امن و امان کیف میکردن. از بازاری های ما و سیاسی های ما و نمیدونم اساتید ما از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی خیلی هم بهتر بودن. خیلی وضع رفاه انقدر به حدی بود انسان در دمشق احساس میکرده که مشکلی نداشتن. خب چی شد؟ وقتی که این طوفان اومد، همه جامعه داره الان بها پس میده. پس وقتی بلا میاد، یا آزمایشی میاد، یا سختی میاد، همه رو در بر میگیره. چرا که هر یکی به گونه‌ای در به اصطلاح تزلزل این بنیان یک سهم منفی داشته، با سکوتش، با عدم حرکتش. پس فرق یک معضله هست. باز ببینیم که فرق در جامعه اسلامی با فرق در جامعه دیگه فرق میکنه. در جامعه دیگه وقتی میایم به اصطلاح قضیه فقر رو مطرح میکنیم، میگه آقا طرف لباس نداره، پوشاک نداره، بهداشتش نیست، نمیدونم تعلیمش نیست، پس این کشور فقیر هست یا این شخص فقیر هست. در داده های اسلامی اینو نمیگه. میگه آقا فقیر کی هست؟ هر کسی ثروتمند نباشه فقیره. هر کسی نتونه نصاب زکات رو پرداخت کنه فقیره، مستحق زکات. هر کسی که نتونه زکات بده فقیره در جامعه اسلامی، چون میتونه زکات بگیره. فقرا و مساکین داخل میشه. بله. یعنی چی؟ یعنی اینی که در تعالیم اسلامی باید هر مسلمونی ثروتمند باشه. خب مگه نیست که از ارکان اسلام بعد از نماز چی هست؟ زکات هست. بله. یعنی طرف اگر نماز نخون مسلمان نیست. بله. خب اگر زکات که بعد از نماز قرار گرفت، پس باید زکات بده. خب زکات چطور باید بده؟ باید کسی باشه که از نظر مثلا اقتصادی یه رفاهی داره، که اندوخته‌هایی داره که این اندوخته‌ها یه سال از این اندوخته‌های اقتصادیش، ثروتش گذشته و هیچ فایده، هیچ استفاده ازشون نکرده. این اندوخته‌ای که یک سال ازش میگذره یعنی چی؟ یعنی این طرف نیاز نداره. اینجاست که به اصطلاح این زکات این رو باید پرداخت کنه. براش واجب میشه که براش واجب میشه. اگر کسی اندوخته یک سال رو نداره، نمیتونه مثلا به این مرحله از رفاه اجتماعی برسه، این فقیر از در جامعه اسلامی. زکات براش واجب نیست و نمیتونه که واجب نیست، یعنی زکات رو انجام بده. خب نمیتونه عبادت زکات رو انجام بده، پس فقیر هست. باید سعی کنه، تلاش کنه تا به این مرحله برسه. هیچ دینی، هیچ مکتبی، هیچ مرامی اینقدر به قضیه بسیار رفاه شخص اهتمام نداده، اینقدر روی فقر زدایی و محروم زدایی کار برنامه ریزی شده انجام نداده. میایی مثلا در بین مسیحی ها، یهودی ها، این حرف که مثلا کمک کنید به فقیران، از مثلا لقمه خودتون بذارید تو دهن فقیر، این هست. اما بنیان چی هست؟ بنیان نصیحت، یه سفارش، این کارو بکنید خوبه، یک نوع انسان دوستی، تعاطف نشان دادن با فقیر و نادار. در اسلام این نیست. در اسلام به مراحل از این بالاتر هست که این حق خیلی زیباست. وقتی که قرآن کریم وقتی که حرف از زکات و صدقه و اینا میده، این رو حق معلوم، حقی که آرام روش هیچ حرف بحثی نیست، این حق فقیر هست. زکات رو وقتی مطرح میکنه، زکات رو از باب چی مطرح میکنه؟ از باب منت الهی که خداوند بر توی انسان منت گذاشت و از کرم، دروازه کرمش به تو 97.5 تا داد، این حقت بود. 2.5 تا اضافی رو هم بد داد که حالا که من 97.5 بد دادم مال خودت، این 2.5 تا رو هم برسون به این افراد. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین. مشخص هم کرد
میل خودت نیست که به کی بدی؟ 8 سنت. 8 صنف هست. این اصناف 8 گانه یکی از اینا این امانتی رو برسون. مثلا اینجاست و قضیه رو یه مبحثی گذاشت، مبحث شکر. پس ما در یک نعمت‌هایی هستیم و این نعمت‌ها شکل و مرام مختلف به خودش میگیره و شمای بنده باید این نعمت رو شکر بگید، نه خیر بکنید. و اعملوا آل داود شکرا. اعملوا، انجام بدید ای آل داود این نعمتایی که من به شما دادم شکرش رو انجام بدید. پس شکر ادا شدنی است، انجام دادنی است، فعل است، گفتن نیست. خدای شکرت، ثروت داریم خدای شکرت، مال داریم خدای شکرت، صحت داریم خدای، علم و دانش داریم خدای شکرت. این همینجا تمام نمیشه، نشد. باید این رو عملاً این تازه نشون بدی. این تازه شروع کاره که اعتراف کردی که فضل و منتی از جانب خدا به شما داده شده. یه مفاهیم و مفکوره هایی هست استاد سلیمانی عزیز که ما نیاز هست که یه فرهنگ سازی خیلی شدید، یه تلنگر محکمی بزنیم به این جامعه که این جامعه خواب رو بیدارش کنیم. ببینید جامعه خیلی حق داره بر افراد، اما افراد یادشون میره. تا طرف خرش از پل میگذره یادش میره که آقا من این پلی بود و من دردسر داشتم. این طرفی که اومد مثلا امروز تو جامعه یه چرخ بزن، چقدر ما پزشک داریم، حالا درصد پزشکای امروزمون رو ببینیم و درصد پزشکای 10 سال پیش قابل مقایسه نیست. بابا تا 15 سال پیش ما میرفتیم دست گدایی کردیم به چی؟ به هند و پاکستان که آقا اگر میشه محض رضای خدا یه 4 تا پزشک بیارید پیش ما. اون هم میومد یه پزشکی که هیچ زبانی نمیدونه، هیچ نمیدونه، حرفی نمیدونه، یک چنگرمنگری میگفت تو روستاهای ما، بچهای ما رو خدا میدونه چی زهرمارایی میداد، نمیفهمید که مریض چیشه، نمیفهمید دارویی که یاد گرفته بود، چیزی که یاد گرفته بود. الان جامعه ما چی داره؟ ورم گرفته، از بس پزشک داریم، بیکار موندن فقط مگس میزنن پرونن. خب یعنی چی؟ یعنی ما در این زمینه رشد کردیم. مهندسی همینطور، در زمینه‌های مختلف، در همه زمینه‌های علمیمون همینطور. اما باز بیاییم طرف بعد رو نگاه کنیم. درصد آمار بیمارای ما امروز بیشتره یا 15 سال پیش که پزشک نداشتیم؟ الان بیشتره. رسیدگی به بیمارستان‌ها الان بهتره یا اون وقت که پزشک نداشتیم؟ وضعیت بهداشتمون امروز بهتره یا اون وقت؟ حالا این یه مثال بود پزشکیش. جانب نمیدونم اصلاح اجتماعی رو ببین، هر طرف چشم میندازی یه بسیار آخوندی با یه تایر رو سرش داره میچرخه. فساد رو میبینی آمار رفته بالا. پس اینجا مشکل هست. آخوندی ما مشکل داره، نمیدونم پزشک ما مشکل داره، مهندس ما مشکل داره، کشاورز ما مشکل داره، نمیدونم مهندس کشاورزی ما مشکل داره. همه این جوانب بهداشتی، اقتصادی، سیاسی جامعه مشکل داره. واسه چی؟ ما تونستیم افراد بسازیم، اما افرادی ساختیم که وجدان بیدار جامعه رو ندارن، درد جامعه رو ندارن. این پزشک اومد الان فکرش چیه؟ فکرش که آقا من هزینه کردم پزشک شدم، هر طرف میرم همین جامعه‌ای که بهت میگه آقای دکتر راه رو برات باز میکنه، این جامعه تو رو ساخته. تو میتونستی چوپون بیشتر نشی ها. اما جامعه هزینه کرد. همون استادی که تو ابتدایی می اومد تو اون سردی و گرمی به تدریس میکرد، همون نمیدونم رفتگری که می اومد راه رو تمیز میکرد، همون نونوایی که نون میپخت، همون نمیدونم راهسازی که می اومد راه رو به اصطلاح قیر مینداخت رو راه، همه اینها دست به دست هم دادن تا تو یه انسان ساخته شدی. خیلی زورم میاد وقتی میبینم بعضی از شبکه‌های تلویزیونی یا بعضی از افراد طرف نشسته تو لس آنجلس
طرف نشسته تو کانادا میاد نقشه میکشه برای مثلا افغانستان و ایران، بله در اونجا فساد هست فلان است. تو حق نداری که دهن تو وا کنی بیایی در مورد جامعه من حرف بزنی. تو به اندازه یک شعور وجدان نداشتی. این جامعه هزینه کرد برات، تو رو ساخت که بری فرار کنی از این جامعه، بری خدمت دیگران بکنی. این جامعه روت هزینه کرد. یک 10 میلیون دلاری که روت خرج شد تو ساخته شدی، چند میلیون دلاری که خرج شد از جیب این جامعه رفت. خب بعضیا هستن جناب دکتر شرایط اونا رو مجبور کرد، یعنی می‌خواستن بکشنشون، بهشون مجال ندادن، مجبور شدن برن از کشور بیرون فعالیت. چند درصدن؟ یه من نوعی، یه شما نوعی که به اصطلاح مجبور شدیم با یک عقلیت به اصطلاح پوسیده حاکم بر جامعه قرون وسطایی میخواد که به اصطلاح بکشه، ما مجبوراً هجرت میکنیم، درصد خیلی پایینه. اما اونایی که در فکر رفاه اجتماعی رفتن هستن زیادن، اینا درصدشون بالاست. کسایی هستن که اصلا هیچ معنی برای اونها وجود نداره برای برگشتن به کشور و خدمت کردن داخل کشور و هیچ جونشون هم کسی تهدید نمیکنه، پس منافعشون حالا تهدید اینا رو بگیم، من اینا رو به اصطلاح به عنوان دزد سرگردنه میشناسم. افرادی که اومدن خیر این ملت رو گرفتن، خون این ملت رو مکیدن، الان رفتن فقط شخص خودشون مطرحه براشون. اینا خوب رفتن توی خود جامعه ما. آقای پزشک عزیز، این جامعه تو رو ساخت. تا الان این احترامی که روی جامعه برات میسازه، در نزد من یک پزشک کارمند فاقد احترام هست. این دنبال کاره، دنبال خدمت جامعه نیست. آقا تویی که مهندسی، تویی که فحصی، تویی که کارگاه تویی که کارخانه داری، این جامعه تو رو ساخت. حق این جامعه کجاست؟ حقش این نیست که تو مطب بزنی، بیای ویزیتای بالا بکشی رو مردم و برای خودت نمیدونم زندگی مرفه درست کنی. حق این جامعه اینه که اعلام بکنی جلوی مطب یه پلاکارد بزرگ بزنید که بیماران عزیز روز جمعه از ساعت فلان تا فلان ویزیت مجانی هست. ویزیت بزنی تو چی؟ به صراحه تو همه روستا، افرادی که از روستاها و حومه های شهر میان در تمام روزهای هفته ویزیتشون 1/10 ویزیت هست. خب جناب دکتر اگه سوال پیش بیاد طرف میگه خب من مجبورم پولی بگیرم کار بکنم خرجمو در بیارم و شاید به همین بهانه بخیه‌های صورتی کودکی رو در بیاره پول نداره بهش بده. بله، این انسانیه که وجدان نداره. این انسانیه که یادش رفته این جامعه چقدر هزینه کرد. همون مادر بدبخت توی سر صبح زود قبل از نماز فجر بیدار میشد برات صبحانه درست میکرد، اون یادش رفته. تو همه این خونه ها مثل این مادرها هست، تو همه این خونه ها مثل این پدرها هست. اینا همه دست به دست هم کردن تو ساخته شدی. الان حق اینا کجاست؟ حق اینا اینه که بیایی نمیدونم مطب بزنی، ویزیت بالا بگیرید، نمیدونم تو بیمارستان میری، آقای پزشک ما میره تو بیمارستان به بیماری که اومده چون اینجا ویزیت نمیره تو جیبش، میگه که بیا مطب مراجعه کن. بارها میگن. برای خود من پیش اومده یک دفعه من مشکل کلیه داشتم، رفتم یک بیمارستان شخصی و طرف بیمارستان دولتی بود، طرف گفت که آقا برای نمیدونم من فلان جا بیاید مطب من اینطور همه مشکلتون حل میشه و منو پاس داد اونجا. خب این فرد اسمشو چی میخوای بذاری؟ میخوای اسمشو پزشک بذاری؟ این دوست سرگردنه است. همینطور نیستن. خیلی انسان‌های شریف ما داریم در جامعه پزشکی. همون انسان شریفی که به اصطلاح جامعه براش این همه احترام قائل است، این همه مکانت قائل است، بلکه خداوند شافی خداوند است. خب خداوند برای امتحان همین جامعه و همون فرد شفا گذاشته تو دستش. یه خوشنامی درست شده، همین خوشنامیش، خود خوشنامیش شفاست. خداوند همین خوشنامی رو بهش شده، چون که 97% از افرادی که به اصطلاح پزشک مراجعه میکنن مریض نیستن. اما همینی که طرف میگه که فلانی پزشک ماهری است و متخصص است و فلان و فلان، فلانی رفت خدا شفاش داد، فلانی رفت خدا شفاش داد، طرف تا میره اونجا میاد خوب میشه، چون اون به اصطلاح تفاعلی که جسم
با اون باور جدید نوینی که توش درست شده خداوند شفا. این همه این کار اون نیست، این کار جامعه است. این یک نعمت الهی است که به این داده شده. خب این نعمت الهی شکر میخواد. شکرش این نیست که طرف بره دنبال حقوقش، طرف بره دنبال درآمدش. درآمد هم حقشه. خب اون مطبش خرج داره، اون نمیدونم کارمندایی که اونجا داره خرج داره، همه اینا هزینه است. اما در کنار این هزینه ها اگر پزشک ما یه روز در ماه، یه روز در هفته اینو بذاره مجانی، چی ازش کم میشه؟ من اتفاقا به خاطر دارم که دیدم عزیزانی رو که عده خاصی رو، مثلا اقشار خاصی، دانشجوها، طلاب علوم دینی مثلا مدارس رو، یا کسانی رو که میان میگن واقعا نداریم، اینجوری رایگان معالجه میکنن. من دوستایی دارم که نه این که نه به رایگان معالجه میکنن، وقتی که طرف میاد از بس که با این جامعه سر و کله زده، درد جامعه رو حساب میکنه، تا میبینه طرف میدونه که این جیبش خالیه، میگه پدر چقدر داری؟ در بیار ببینم. خب 2 برابر پولش رو هم میده که اینو میگیری غذا میگیری، فلان فلان غذا رو میگیری میخوری، چا این رو میگیری، فلان فلان دارو رو میخری، و اینم کرایه برگشتت به روستا. خیلی زیباست. ببینی این نتیجه که هست، این فردی که این کارو میکنه روز به روز ثروتمندتر میشه. آخه ما یک تصورات مادی چشم ما رو گرفته، ما فکر میکنیم که صدقه دادن، خیرات دادن پول ما رو کم میکنه، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما میگه که نه آقا اینطور نیست، اشتباه داری فکر میکنی. ما نقص مال من صدقه، امکان نداره که مالی از صدقه کم بشه. بابا از این بهتر چی که فرشته‌ای بیاد رو صبح زود و دعا کنه که بار الها اعط منفقا خلفا، خدایا بار الها هر کسی که در راه تو انفاق کرد به اون عوضشو بده. عوض خدایی که 1 به 1 نیست، 1 به 10 و 1 به 700 و 1 به بی نهایت است. با این دید اگر ما به جامعه نگاه کنیم، هر یک، حالا این پزشکش بود، نانوا، اون فقیری که اومد از شکل و قیافش فهمیدی، از همون پول مچاله شده یک تو دستش فهمیدی، از اون دست پینه زندهش فهمیدی، خب اون رو یک گوشش میکشی، غیرت و عزتش رو خدشه‌دار نمی کنی، این مهمه. میکشی یک گوشه، پدر هر روز ساعت فلان خونت کجاست، من 4 نون برات میفرستم خونه. طوری باشه که ما وقتی که میخوایم خدمت بکنیم اون شخصیت فرد رو به خاطر اینکه حالا وضع اقتصادیش خوب نیست زیر سوال نبریم. هرگز. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. خیلی حرفه. من اینه که بیای جلو مردم بگی که خب حاج آقا انشالله شما از بابا جان شما از فردا اومدی انشالله نونت مجانی، همه دنیا شنیدن. خب نمیاد فردا نون وید، میره جای دیگه. عزت نفسش اجازه نمیده، خدشه‌دار کردی. و عزا هم اذیت و آزار، به هر صورتی که اذیت و آزار معنا پیدا میکنه. خب این رو به اصطلاح حتی همون بیمار، حتی همون نمیدونم بچه‌ای میبینه شما که به اصطلاح مهندس شدی، کارآموز شدی، کارگاه داری، چه میشه که 4 تا بچه‌ای که تو منطقه ولن، نه اینا رو جمع کنی که بیای بچه‌ها من به شما یه چیز یاد بدم، به فن و فوت یاد بدم، تشویقشون کنی. اون قدرتی که خداوند بهت داده، اون به اصطلاح کاری، اون چیزی که به اصطلاح فن و فوتی که یاد گرفتی به دیگران منتقل کنی، یه بیکار و کار بدی، نونت کم نمیشه، اضافه میشه. همینی که شما میایید ببینید، وقتی که شما یک کار داری خودت توی خودت فرق میکنه. وقتی که شما همون کار رو تو یک کم گسترش دادی، 10 تا کارمند زیر دست شما کار میکنن، یعنی شما شدید سبب روزی 10 نفر. به عبارت دیگه شما شدید سبب روزی 10 تا خانواده. تو هر یکی از این خانواده ها 5 نفر است
یعنی 10 تا دست روزانه بلند میشه برای شما دعا میکنه. 10 تا در 10 تا 100 تا روزانه 100 تا مادرن، 10 تا مادرن که برای شما دعا میکنن، 10 تا پدرن که دعا میکنن، 10 تا کودکن که برای دعا. کودک اصلا کیه؟ کودک مصدر روزیه. خداوند متعال میفرمایند که شما ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، از ترس بچه‌هاتون رو به کشتن ندید. این آدم نفهمی که میاد میگه که سقط جنین باید بکنیم، 5 تا 10 تا بچه رو چطور میشه بزرگ کرد؟ کی نون میده اینا رو؟ کی خرجشون میده؟ یا میرن به 1000 نوع دارو استفاده میکنن که چی؟ تهدید نسل بکنیم که زندگی بچه کمتر زندگی بهتر. این ترس دارن، وحشت دارن. از چی؟ از رزق روزی. خداوند متعال بهشون میگه نحن نرزقهم و ایاکم، ما به این بچه ها روزی میدیم و شما رو هم در کنارشون. در جای دیگه باز میفرمان نحن نرزقکم و ایاهم، تا حالا شما رو روزی دادیم، اینا رو هم روزی میدیم. شما رو کی روزی میداد تا الان؟ بله ما که توان داریم. ببینید ما تجربه بندگیمون اولین تجربه است. یعنی چی؟ یعنی اولین بار ما بنده خلق شدیم، همین تجربه رو میکنیم میمیریم. اما خدایی که داریم از روز ازل خدا بوده، تازه خدا نشده، تا روز ابد هم خداست. دونید که اولین بار خدای ما بوده باشه فقط که ما بگیم که بله خب حالا تجربه خداییشه، شاید ما هم بیفتیم تو راه. معلم اولین بار اومده سر کلاس، شاید معلم خوبی نباشه، حالا آشپز اولین بار احتمال داره که بذاره شکم ما رو خراب کنه. خب اما نه، این قرنهای بنی آدم، نه تنها بنی آدم، تمام خلایق. دایناسوره به اون گندگی رو داشت رزق میداد. دایناسوره به اون دایناسوری که ما در خبرش به ما رسیده، حالا قبل از اون دایناسور چه خبرها بوده خدا میدونه. به اندازه محفل عروسی ما خرج یک وعده غذاش بود. این که فرق یه فیل امروزی هست و دایناسور که دیگه شهر رو میخورد. خب اونو روزی میداد. یه نمیدونم پشه‌ای که توی زیر خاک هست، کرم خاکی رو روزی میده، اونو میبینه. من و توی رو نمیبینه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. رزق روزیتون نزد خداست و این حقه. چرا گوشتون رو بستین؟ وقتی خداوند این تو روزی میده، حالا دیگه خیلی حرفه که ما یادمون بره این جامعه‌ای که برای ما همت داده، ما رو اصلا شناخته. شخصیت من نوعی تو این جامعه تعریف شده است. باورت نمیشه آقای نمیدونم دکتر و آقای نمیدونم مهندس و آقای فلانی که تو شهر میری میگردی، مردم از دور سلام میزنن، آقای مهندس سلام. این آقای مهندس سلام این مال بابات نیست، از کجا اومده؟ این جامعه برات هزینه کرده و این احترامی که داری، این شکر نیاز داره. آقای پزشک که باور نداری، بلند شو برو شهر دیگه. کی میشناسدت؟ تو راه میری نمیدونم که آقا چوپونی یا نمیدونم رئیس بیمارستان راضی شهر فلان. اونجاییست که اون سنگ در جای خودش وزن داره، این وزن رو جامعه بهت داده. خب خداوند اینو در عبادت به ما میخواد نشون بده. مشکل این است که ما نمیخوایم بفهمیم. در عبادت نماز 5 وقت خداوند بهت میگه برو تو نماز وایسا و بعد آداب نماز. آقا باید پات به پای بغلیت بچسبه، این نمیدونم شونت به شونه بغلیت بچسبه. یعنی چی؟ یعنی که احساس کنی این بغلیت کیه، فقیر رو احساسش کنی. پات وقتی که به پای پین بسته کارگر میچسبه، وقتی لباسهای ژولیدش رو میبینی، اونجا احساس کنی که من و این یکی هستیم ها. خیلی امکانش هم زیاد بود که من جای این باشم، این جای من باشه ها.
اما خداوند برای من یه رزق روزی های بهتری رو رقم زد. بعد تا پولدار شدی خداوند بهت میگه برو حج، که وقت خودتو گم نکنی. خب میخوام برم حج، چشم قربان، اینجوری نرو، لباس تو بکش، کفن بپوش، که بیایی حج، بری حج کسی نشناسد، هیچ که دیگه الان نمیشناسدت، نه اون لباس رو داری، نه درجه های نظامی، نه درجه های نظامی و نه اون لباس پزشکی و نه اون لباس کار و نه اون به اصطلاح فلان و هیچی نداری. مثالت مثال همه بنی آدم. اونجاست دیگه خوب صیقل داده میشی. با این روحیه باید در جامعه باشیم و الا دیگه خیلی حرف من یکی از علمای بزرگ پاکستان که به اصطلاح مفتی دیار پاکستان هست و قاضی القضات کل کشور هست و نامدار هست، کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، جناب حضرت مفتی تقی عثمانی، شخصیت شناخته شده در سطح دنیا مطرح هست. میفرمودن که یه روز راننده‌ام حالا یک مشکلی داشت، من احساس کردم، گفتم که شما بفرمایید برید خونتون، من خودمو میرسونم به اصطلاح به خونه یا دفتر کارم. میگه تو راه حواسم نبود چطور اشتباه پارک کردم چیزی، یه پلیسی که اصلا داغ کرده بود زیر آفتاب و عصبانی بود، اصلا از با خودش دعوا داشت، فرصتی پیدا کرد، یکی رو حالا دید که اصلا اشتباهی کرده، اومد تا دلش خواست منو هرچی از دهنش اومد گفت. اون میگفت و من حالا اگر میدونست من کیم، خب کل راه رو میبست، میفرمود بفرمایید، کل خیابون رو باز میکرد برام. اما نه، چون که اون مثلا راننده نبود، چون که هیچ علامتی رو من نبود که نشان بده که من اون شخصم، یعنی مثلا از نظر جایگاه چیز نه اسکورتی همراهش بود، نه 4 تا ماشین جلوش، نه 4 تا نه ماشینش آنچنان ماشینش کیست. اینجا میگه، اینجا به خودم گفتم که های تقی، این واقعیت توه، تو اینی. اون به اصطلاح کبکبه و دبدبه اون حق جامعه است، اون رو جامعه برات داده، خداوند بهت داده، اون رو باید اعملوا آل داوود شکرا کنی. یعنی هر یکی از ما در هر منصبی که هستیم اگر گذاشتیم این مفکوره از ذهنمون بره کنار، خیلی پرتیم. باید برگردیم و حق این جامعه رو ادا کنیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید به همراه شما و بینندگان عزیز میام برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله همچنان با موضوع فقر زدایی و وظیفه ما در قبال حل این مشکل در جامعه بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، که این تابناک چیست که بر تاج پادشاست. آن یک جواب داد چی دانم ما که چیست، پیداست آنقدر که متاع گرانبهاست. نزدیک رفت پیردنی کور پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را برخت و چوب شبانی فریفته است،
این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع فقر زدایی و اینکه ما چگونه میتونیم که این مشکل رو حل بکنیم و چه کاری از ما ساخته است. جناب دکتر، اگر برگردیم به دستورات دین مبین اسلام، چه راهکارهایی رو برای حل مشکل فقر پیدا میکنیم؟ در جامعه اسلامی نباید اصلا فقر وجود داشته باشه. یه قاعده کلی، چرا که اسلام با فقر در ستیز هست. حالا که دین با فقر در ستیز هست، چرا ما فقیر داریم؟ خیلی راحت، جوابش هم واضح هست، چون ما اسلام نداریم. اسلام نداریم. در واقع اگر ما اسلام رو به اصطلاح عملاً پیاده می‌کردیم، دستورات اسلام رو پیاده می‌کردیم، نباید فقر و فقیر در جامعه وجود می‌داشت. یعنی می‌فرمایید اگر اسلام به صورت کامل در جامعه اجرا بشه، اون جامعه نباید فقیر داشته باشه. و نداشته هم. جامعه ای که توش اسلام بوده، ما فقیر تو جامعه اسلامی اصلا نداشتیم. ما با یک معضله در جامعه اسلامی روبرو بودیم که آقای ثروتمند حیران مونده بود که این پول رو، این ثروت رو کجا زکاتش رو بده. یعنی کسی مستحق پیدا نمی‌کرد. یعنی همه باید به حدی از رفاه رسیده بودن که برای اونها زکات واجب شد. همه زکات میدادن. همه وضع اقتصادیشون خوب بود. تاریخ داره میگه در زمان عمر ابن عبدالعزیز مردم مونده بودن. واسه همینه که این قضیه زکات و این تصرف این رو محول میکردن به چی؟ به دولت. که دولت بگیره این رو تو خزانه دولت، برای وقتی به صلاح کوارث به چی میاد، مشکل در دنیا خلق میشه، نمیدونم حوادث پیش میاد، آقا مطرح در فقه اسلامی که آقا آیا ما به نمیدونم کافرا و بیدینا و اینا زکات بدیم؟ همه فقها میگن آقا بدید، این زکات پول چیکارش باید کرد؟ یه جوری خلاصش کنید. یعنی در وقت اسلام تا الان فرهنگ شده. خب از بس که این چطور یه چیز فرهنگ میشه از تکرار زیادش. بله. تا الان در همین ترکیه ما بعد از این که اسلام اصلا از یه کوچ کرده رفته، مفاهیم اسلامی رو اصلا مردم ضایع کردن، این همه ظلم و اتاتورک رو نمیدونم فلان همه اینا پیکری مریض و تو خالی مونده ازش. با همه این وضع اون فرهنگی که اون زمانی که اسلام حکومت میکرد بود، تا الان ترکا وقت سرما که میشه آقا میبینی که طرف یه گونی برنج رو نمیدونم گندم رو کولشه، میره روی کوها و این ور اون ور جایی که برف میاد اینا رو میریزه که پرنده ها نمیرن. پرنده گرسنه نمونه. این برای چی؟ اینا همش اون بازتاب تعالیم و فرامین قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما قرآن رو پیاده نکردیم، دین خودمون رو نفهمیدیم. در باب فقر مشکل در باب فقر یه موردی که هست که به اصطلاح قرآن روش و دین مبین اسلام روش زیاد به اصطلاح مایه داشته، قضیه کار هست که آقا باید کار کنیم. کار عبادت خوبه؟ بله عبادت خوبه. نماز خوبه؟ نماز که بعد شاخصه اسلام هست، هویت مسلمونه. خب فاذا قضیت الصلاة، وقتی نماز تو کار کردی چیکار کنی؟ فانتشروا فی الارض،
وابتغوا من یعنی نماز خوندی یالا بدو، نماز خوندی یالا بدو، فانتشروا فی الارض، برو دنبال کار زندگی. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، کار کنید، زحمت بکشید، نشون بدید تا خداوند شما رو و پیامبر شما رو ببینن شما چی کار دارید میکنید، نشون بدید. خب تا جایی که ما میبینیم که آقایی که آقا میاد خسته و کوفته کار کرده، زحمت کشیده، من بات کلا من عملیته، اومد خسته و کوفته و خوابید تا افتاد مرد، خوابش خوابه آدم سنگ چی به اصطلاح خسته خوابه، مرگه میمیره، اصلا مرگ است، خواب اصلا در عموما مرگ است. صبح هم که بیدار میشیم چی میگیم؟ الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، خدا رو شکر که ما رو بعد از اینکه مرداندی ما رو به مثال زنده کردی. خب مرگ الان این طرف اومد من بات کلا من عمل یده، این آقا وقتی بیدار میشه قام مغفورا له، کسی که در راه دست آوردن رزق و روزی حلال چنان خسته شده که افتاد رفت دیگه، بات مغفورا له، این خوابیده در حالی که خداوند ازش درگذشته. این کار یک عبادت بسیار بزرگه. عبادت در بعضی کشورها خیلی زیباست. در روی پولشو می نویسن، در پاکستان مثلا روی پول پاکستان نوشته که حصول رزق حلال عبادت ہے. همش هم بپرسی به دست یکی خود اضافه شده که به اصطلاح به دست آوردن روزی حلال عبادته. اینم خودش یک مژده و یک بشارت برای عزیزانی که احساس میکنن که کار روزانه اونها رو خسته میکنه و شاید خدای نکرده فکر بکنن که این کار سبب شده که از عبادت ها بمونن. نیت ما اگر صالح باشه واقعا همینم خودش بزرگترین عبادت. طرف اومد پیش امام احمد گفت که فلانی توی مسجد میشینه ذکر خدا میکنه، خب روزی رسان خداست. گفت این فلانی جاهله، نمیفهمه، آدم نفهمیه، 24 ساعت نشسته اونجا تو مسجد، مگه نمیدونه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن جعلت رزقی تحت رمحی، روزی من زیر نیزه منه، من نیزه رو برمیدارم میرم شکار، که ننشستم که روزی از آسمون میباره. بله روزی از آسمون میباره، اما تو باید همت کنی، برو کار میکن، مگو چیست کار، سرمایه جاودانی است کار. شما حرکت از خدا بره، شما حرکت از خدا. حضرت عمر خانواده و پدر مادرها رو توصیه میکرد، افراد رو توصیه میکرد که برید یه فن و فوت یاد بگیرید. من نیاز ندارم. بابا امروز نیاز داری، فردا رو که ندیدی، فردا رو ندیدی، بذار بچت بره یه فن و فوت یاد بگیره. پس تشویق به کار و ترویج فرهنگ کار به ما کمک میکنه در حل مشکل فقر. تشویق تا حدی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان التاجر الصدوق، یک بازرگان راستگوی درست، این با کیه؟ مع النبیین و الصدیقین و الشهدا. یه تاجر درست کار در روز قیامت با کیه؟ با پیامبران. تاجری که دستش به مال حرام نمیره، تجارت ناجایز نداره، کار درست میکنه، کار درسته، جامعه رو به حرکت در میاره، زندگی جامعه حرکت میفته. این با پیامبران است، با صدیقان است. صدیقان این چی؟ یعنی امثال ابوبکر صدیق، بهترین های هر امتی. با شهیدان هست. شهید کیه؟ شهید اون گردن کلفت روز قیامت که 70 نفر از خانواده‌اش خودش که 70 تا دیگر هم میبره با خودش. این جایگاه چی است؟ تاجر است. کشاورز، آقا هیچ کسی، هیچ کشاورزی، هیچ فردی یه نهالی، یه درختی نمیکاره مگر اینکه خودش که میخوره و فایده و اقتصاد و ایناش جای خودش، به دیگران اینو اون میده و دوستا و عزیزان و خویشان این جای خودش. آقا کرمی که روی این درخت حرکت میکنه یه برگی رو میخوره، گنجشکی که میشینه یه توت میگیره، نمیدونم گذرگاهی که از اونجا میاد یه لختی زیر سایه این درخت میسته،
هر چرنده و هر پرنده و هر کسی خزنده و درنده که هر کسی که از این باغ این استفاده کرد، از این درخت این استفاده کرد، براش صدقه است، اجر و پاداش. اجر و پاداش. وقتی که این همه تشویق هست، حالا بیاد مسلمون کار نکنه و در مقابل این برگرفتن که آقا صدقه جایز نیست، لا تحل صدقه. برای کی؟ لغنی، کسی که پول داره وضعش خوبه. ولا لذی مرة سوی، و نه برای یک جوون، یک انسان سالم و تندرست و توان کار داره. برای کسی که توان کار داره صدقه جایز نیست. یعنی میتونه کار کنه، شرایط جسمیش اجازه میده، باید کار کنه. وقتی که برش صدقه جایز نیست یعنی چی؟ یعنی باید کار کنه. امره. اینجاست که دیگه باید کل جامعه در پی ساختن کار باشن. و جالب هم هست که یکی از اسبابی که قرآن روش اشاره داره برای کسب رزق و روزی چی هست؟ الان دوستان میگن که این سفره دیلیا همش حرف ازدواجه. ازدواج یعنی چی؟ ازدواج یعنی رفع بحران روحی و عدم استقرار در جامعه. بله. وقتی که شما جامعه رو، این مشکل روحی روانی جامعه رو حل کردی، حرف زدن از کار خیلی ساده میشه. اصلا نیروی کار به وجود میاد، احساس نیاز به کارم بیشتر میشه، احساس نیاز به کار به وجود، احساس مسئولیت در افراد زنده میشه. به اون انرژی و پتانسیل درونی که بود الان اون فعال میشه. خب من که حالا ایام منکم و صالحین من عبادکم، قرآن میفرماید که بچه‌هاتون و دختراتون و زن و شوهر این یکونو فقرا، اگه دست و بالشون بنده، فقیرن، نادارن، یغنیهم الله من فضله، خداوند بابا اونا رو، هوای اونا رو داره، تو چه غم داری؟ تو وظیفت این نیست، وظیفت جز اوله. جز اول معادله وظیفه شماست. آقا هر جوون فقیری هست، هر جوونی که فقیر هست، راه حل میخوای از فقر فرار کنی، ازدواج کن. خانواده ای که بسیار موندید که چیکار کنید؟ دختر پسراتون رو زن بدید، شوهر بدید، مشکل جامعه حل میشه. چرا؟ چون این جامعه از نظر روحی روانی داره اصلاح میشه. یک به اصطلاح صدرای بزرگی که هست برداشته میشه. جوون میگه که آقا جامعه با من همکاری نکنه، جامعه همکاری نکنه. خدا رو که از دست ندادی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که 3 طایفه هستند، 3 گروه هستند که اینا باید از اون وضعی که هستن باید برن بیرون و حقشونه که بر خداوند ضمانت کرده که حق اونا رو ادا میکنه. یکی چی؟ یکی از این 3 نفر کسی هست که در فقر به اصطلاح خط رو خاک افتاده. یه فقیره. چیه وظیفش چیه؟ قرض بگیره. آقای فقیری که به زمین افتادی، قرض بگیر، نترس، خدا من قرض رو ادا میکنه. قرضی که در راه حل مشکل فقر. مشکل تو یه مشکل داری، یه قرضی بگیر، به حرکتش بنداز. خداوند راه چاره برات پیدا میکنه. نمون رو خاک، حق نداری بمون رو خاک. بهترین حالتش چیه؟ همینی که قرض بگیری. آقا قرض بگیر، حقته، ضمانتشو خدا کرده که این قرض تو ادا کنه. جوون نمیتونی ازدواج کنی، مشکلت چیه؟ قضیه اقتصادی است. بابا حلش ازدواجه، قرض بگیر. به خاطر عفتت میخوای، به خاطر حفظ خودت او به اصطلاح خودت رو از این بحران روحی روانی نجات بدی، ازدواج کن، قرض بگیر، حقت بر خداست که این قرض تو ادا کن. سومیش کی؟ آدمی که برده است، افتاده، اسیره، پول میخوان که آقا از این اسارت بیرون بشه، قرض بگیر پولشو بده.
چون که این آزادی حق زندگی توه، وجود تو آزادیته. آزاد که شدی اون مسائل همش حل میشه. اینقدر اهتمام هست به اینی که انسان به حرکت در بیفته. وقتی حرکت در افتادی خداوند دیگه راهچار رو همه رو برات باز میکنه. شما دکتر اجازه بدید همین موضوعی که شما اشاره فرمودید حالا مقداری در بعضی خانواده هایی که دچار مشکل هستن بیشتر تطبیقش بدیم. الان ما یک خانواده‌ای داریم که اعضای این خانواده خب نیروی کاری خوبی ندارن. به عنوان مثلا در این خانواده برادر بزرگتر نیست، پدر نیست، یک مادری هست به همراه چند تا از فرزندان کوچکشون و الان این مادر چیکار میتونه بکنه در شرایطی که جامعه هم شاید اون رو به عنوان نیروی کاری قبول نمیکنه یا اصلا نمیتونه بره بیرون از خانه کار بکنه. الان این خانم در فضای داخل خانه فرزندان کوچکی داره که این بعد بره و به هر حال از اونها سرپرستی بکنه، نمیتونه بره اینا رو ول بکنه، بچه‌ها رو کوچیک داخل خونه ول بکنه، بره جای کار پیدا بکنه و اونم تازه از کجا کار پیدا بکنه. این مشکل رو چطور باید حل کرد؟ الان این خانواده خب دوست دارن کار بکنن و دوست دارن مشکلشون رو حل بکنن. مادر خونه دوست داره بره کار بکنه یا پدر خونه پدر پیری هست، مادر پیری هست و پدر پیری هستن که حالا فرزندی داشتن یا نداشتن، به هر حال شرایط به نحوی شده که این دو نفر موندن، اینها هم میخوان برن کار بکنن، نمیتونن برن کار بکنن، نه یا جامعه اجازه نمیده یا واقعا شرایط براشون مساعد نیست. اینو چیکار باید کرد؟ ببینید همونطور که اول اشاره شد ما توی جامعه انسانی هستیم، جامعه ای که روابط این جامعه باید به حدی باشه که تصویر قرآنی اون رو گویا هست. قرآن کریم چی میفرمایند؟ انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با همدیگه چون برادرن. یه برادر تحمل میکنه که برادر دیگهش گرسنه باشه، پوشاک نداشته باشه، احساس و وجدان درش باشه، نباید تحمل کنه. خب و خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص، مؤمنان با همدیگه مثل یه دیواری هستن که خشتاش همدیگه رو گرفته. اگر هر جایی از این مؤمن به درد بیاد همه جسم انسان درد میفته. رابطه انسان و با همدیگه مثل چی هست؟ مثل دست و چشم. تا چشم گریه میفته دسته که پاکش میکنه و تا دست درد میگیره چشمه که اشک میریزه. این رابطه باید اینطوری باشه. تعاونوا علی البر و التقوا کجا رفت؟ اصلا همچنین خانواده‌ای نیاز به کار پیدا کنه، این ظلم این جامعه است رو این خانواده. خب چیکار کنه؟ اینجاست که جامعه باید حرکت کنه. به خصوص در این جامعه اولا کل جامعه مسئول است. مسئولیت مباشر و مستقیم رو کیه؟ روی نزدیکترین افراد به این خانواده. حضرت عمر یتیمی رو دیدن که بهش رسیدگی نمیشد. پرسیدن خویشات کی هستن؟ من پس فلانی نمیدونم پسر عموی خالش هست، فلانی نمیدونم چی هست. همه رو آورد اینجا، گفت یا به این میرسید یا همه تو میندازم تو زندان. خب مثلا حضرت ابوذر زبان تلخش معروفه، تلخترین زبان حق در بین صحابه بود. ایشون میگفتن که آقا من تعجب میکنم از اون فردی که تو خونش گرسنه است چرا شمشیر نمیکشه بیاد حقش رو از جامعه بگیره. حقشه. این پیرزنی که تو این خونه افتاده، این پیرمردی که افتاده، 4 تا بچه هم کنارشون دارن، این تمام زندگیشون، زندگی پدراشون، همه اینا در راه ساختن همین جامعه مصرف شد. حق دارن روی این جامعه. دارن این بچه‌هایی که هستن اینها فردای این جامعه هستن. حق دارن روی این جامعه. خب این جامعه باید اولین کسایی که به اصطلاح و آت ذی القربى حقه، خداوند متعال به اونایی که وضع اقتصادیشون بهتره بهشون میگه های حقه، نمیگه منت دارید لطفاً این به اصطلاح خیشایی که یکم دست و پاشون بسته است لطفاً به اینا کمک کنید. نه خیر، لطفاً به اینا کمک کنید نیست ها.
اینجا چی است؟ حقشون رو بدین. امره یعنی چی؟ یعنی اینی که خداوند متعال به این دارا میگه که آهای فرد دارا، منم که به تو دادم تا تو به اون بدی، این حق اونه که گذاشتم پیش تو. خب یعنی چی؟ مثلا برادرزاده فقیره، تو و اون در مجموع 2 شکم بریم بالاتر از یه جا اومدید، از یه رحم اومدید، تو شدی پولدار، برادر دیگر شده نادار. پس این یک حکمتی است که خداوند متعال گذاشته، وظیفته که به اون برسی. اما اگر بیاد مثلا برسه قضیه به این که مادر فقیر باشه، پدر فقیر باشه، تا نزدیکتر میشه درد فاجعهش بیشتره. اینی که مثلا مادری فقیر باشه، پسرا دخترا ثروتمند، این دیگه نه این پسر رو باید گفت پسر، نه این دختر رو باید از جمله، نه این که نگفت دختر، اینو باید از خط آدمیان بیرونش کرد. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نه شاید که نامت نهند آدمی. خب شاید دختری ازدواج کرد الان شوهرش اجازه نمیده خرج کنه برای مادر پدرش. این دختر حق داره یا نداره؟ از نون خودش بگیره بده به مادرش، از زندگی خودش، شخص خودش بگیره بده مادرش. وظیفه داماد نیست که بهشون برسه، بله، اما اگر وجدان داشته باشه، وجدانی بیراج داشته باشه. ببین همین دختره از کجا، این خانومه از کجا اومد؟ فرزند همین خانواده است. بابا از دماغ فیل که نیفتاده. همین مادر فقیره که 20 سال زندگیش رو فدا کرد که این دختر رو ساخت. حالا این رو داده دست شما. اون وقت شما نباید حداقل قدردانی بکنید. تازه در مسئله ازدواج ما خیلی وقتا میگیم که بعضی مفاهیم پیش ما گم شده است. در مسئله ازدواج چیزی به نام اینی که من دختر از خانواده فلانی گرفتم وجود نداره. ازدواج چی است؟ ازدواج این است که من فرزند خانواده فلانی شدم. اون خانواده‌ای که به من دختر دادن در واقع به خانواده من دختر ندادن، در واقع منو به فرزندی پسری گرفتن. منی که از خانواده فلانی دختر گرفتم، در واقع من یه دختر به اصطلاح دخترام اضافه شد. اونا به من دختر دادن یعنی چی؟ یعنی چه منتی بر من گذاشتن؟ من که به اونا پسر دادم چه منتی بر اونا گذاشتن؟ اینه که دیگه اینجا وقتی با این دید نگاه میکنیم قضایا رو، خیلی زندگی هم شیرین میشه و خیلی زیبا میشه. خیلی زیباست. ما خیلی چیزا پرتیم. وقتی میگم که باید گذشت من همینجور تعجب میکردم. مثلا در فرهنگای ملی، فرهنگای قومی خودمون، باید به هم دیگه خداوند متعال ما رو که مختلف خلق کرد که چی؟ لتعارفو، هم دیگه رو بشناسید، از هم دیگه بهره برداری کنید. کمی و ناسکاستی های خودتون رو، این چیزی اون داره من ازش بگیرم، این چیزی من داره من بهش بدم، مکمل هم بشه. هم دیگه رو بتونیم. مثلا در پاکستان نمیگن آقا فلانی پسر عمومه یا پسر داییمه. خب چی میگن؟ میگن فلانی برادرمه عموزاده، برادرمه که از عمومه، فلانی برادرمه از داییم. خب خیلی جالبه. ما هنوز میام مثلا خیلی چیزا همینجور. امروز که می اومدم با تاکسی می اومدم اینجا، با همون تاکسیرانه میگفتم ببینیم چه مثلا فارسی بود، گفتم مثلا شما پدرت زن دیگه گرفته، زن دوم گرفته، چی بهش میگین؟ میگه زن پدر. گفتم خب مادرت هم زن پدرته، چرا نمیگی به مادرت بگی زن پدر شماره 1، زن پدر شماره 2؟ از زن بابا میگم. زن بابا میگن. خب مادرت هم زن بابات. آره دیگه منم زن باباست دیگه. خب اما چی؟ مثلا در همین فرهنگای ما، مثلا در فرهنگ همین مرزنشینای بلوچ خودمون چی میگن؟ میگن این مادرمه، این ماتوی من است. ماتوی یعنی چی؟ یعنی مثل مادر، مادر مانند.
خب اون یکی نزدیک‌تره. خیلی حرفه نه. یا نمیدونم طرف میاد در همین افغانستان خودمون ما داریم به چی میگیم که ایشون نمیدونم مادر خانم هم هستن. خب در افغانستان میگن که چی؟ خوش دامن من هست. این کسی که دامن خوشش اومده استقرار و سعادت رو برای من آورده، من بتونم اینو فراموش کنم یا بتونم مادر رو فراموش کنم یا پدر رو فراموش کنم؟ یا این مفاهیم رو باید مفاهیم انسانیش رو، روحیه انسانیش رو پررنگ کنیم تا بدونیم که ما انسانی وقتی که انسان شدیم این مسائل خود به خود حل شده است. مشکل اینه که آدم شدن چه آسان، انسان شدنش مشکل. واقعا الله تعالی به ما شما توفیق بده و به همه بینندگان عزیز که بتونیم به این مفاهیم عمل بکنیم. واقعا دردناکه وقتی که در دور بر ما، اطرافیان ما، در قوم و طایفه و فامیل ما شخصی پیدا بشه و فقیر باشه و ما هم باز سرمون رو بتونیم بگیریم بالا و دم از شعور انسانی بزنیم و دم از اسلام بزنیم و دم از خوب بودن و مسلمان بودن و جناب حاج آقا رفتن حج و چند بار حج تشریف بردن برگشتن، جناب فلانی دست به خیر داره و جناب فلانی سفره های افطارش همیشه پهنه و جناب فلانی ماشاءالله پیش قدمه بر ساخت مساجد و جناب فلانی و دیگه این که اصلا کلا لگد زده به قبر حاتم طایی از بس ماشاءالله داره خرج میکنه و اصلا کلا حاتم طایی رو مردم یادشون رفته، در حالی که باز در همین دور و بره ها، در همین حالا نمیگم محله و کوچه، متاسفانه در خیلی از شهرها فرهنگ اینطوری شده که همسایه رو شاید اصلا نشناسه، در یک ساختمان هم زندگی بکنن خبر نداره که طبقه بالا طبقه پایین کی هست و از کجا هست و خب اینو ما کاری نداره. اما در قوم و فامیل دیگه هیچ توجیه پذیر نیست که وقتی قومی هست، فامیل هست، یک مجموعه بزرگی هستن و شخصی فقیر در این جمع زندگی میکنه، خانومی و آقایی، خانواده‌ای و نمیتونن واقعا دچار مشکلن در امرار معاش خودشون و دوربری هم چون آقا از قیافه و تیپ و ریخت فلانی خوشش نمیاد، چون خانم با خانم ایشون یه روزی سر سفره تو مراسم عروسی فلانی اون به الاغشون گفته خر، بعد دیگه بهشون برخورده و الان ایشون ناراحت و حق نداری باهاش سلام علیک بکنه. این مفاهیمیه که واقعا زشته و واقعا شرم‌آوره برای یک مسلمان که این رابطه ها رو ما به خاطر این برداشت های نادرست و چشمی های غلط و این صفات ذمیمه درونی خدای نکرده اجازه بدیم که در اطرافیان ما خانه‌ای باشه که ما راحت غذا بخوریم، ما غذاهای چرب و نرم و سفره ما رنگین باشه، اما اونا در تهیه نان خشک و همون ساده ترین نیازهای مادی خودشون دچار مشکل باشن. انشاءالله که بگردیم پیدا بکنیم ببینیم، به این رو هم فراموش نکنیم که فقیر همیشه اون کسی نیست که میاد دست دراز میکنه جلوی ما و از ما میخواد و میطلبه. خیلی ها هستن به تعبیر قرآن کریم که للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، اینا کسانی هستند که در راه الله تعالی، خصوص کسانی که در مسیر دین دارن فعالیت میکنن و به دنبال درآمدهای مادی نیستن، احصروا به تعبیر قرآن کریم اینها محصور شدن، اینها در راه دین، در راه خدمت به الله تعالی و دینش اینها خودشون رو وقف کردن. لا یسألون الناس الحافا، و قبل از این میفرماند احصروا فی سبیل الله یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. انسان الله تعالی تعبیری که استفاده میکنه برای اطرافیان، یحسبهم الجاهل، انسان نادان اینها رو ثروتمند فرض میکنه، احساس میکنه که این ثروتمند بی‌نیازه، من التعفف، به خاطر اون مناعت طبعش، به خاطر اون عزت نفسش همه دور بریا شاید فکر بکنن فلانی که ازش خوبه، در حالی که نمیدونن سیلیشو با صورتش رو با سیلی سرخ نگه داشته و این جای تأمل داره که لا یسألون الناس الحافا. اینها کسانی نیستن که از مردم به زور بطلبن و دست دراز بکنن. فقیر فقط اون کسی نیست که دست دراز میکنه جلوی دیگران. و برای شناخت این قشر که الله تعالی میفرماید برای اینها شما باید خرج میکنید، للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله،
در آیه 273 سوره بقره و آیات قبلش هم درباره انفاق است و تشویق به انفاق. الله تعالی اینها رو باز تاکید میکنه که به این قشر خاص بیشتر برسیم. کسانی که باید بگردیم تو خانواده، تو فامیل، جمع دوستان، آشنایان، خبر بگیریم فلانی به نحوی که عزت نفسش رو زیر سوال نبریم، به نحوی که ما به هر حال اون شخصیتش رو حفظ بکنیم، بریم بررسی بکنیم، با رفتن به خونه‌اش، آمدن این طرف اون طرف میشه خبر گرفت تا حدودی که فلانی وضعیت زندگی چطوریه و به یک شکلی کمک بکنیم برای اونها. جناب دکتر من پرحرفی کردم، برای حل این مشکل باز چه راهکارهای بیشتری دارید؟ ببینید قضیه که شما اشاره فرمودید، قضیه رسیدگی به خویشاوندان و اطرافیان، جالب اینجاست که دین بومین اسلام یک حقوقی وضع کرده، یه مسئولیت هایی گذاشته که در قبال این مسئولیت ها عبادی هست، بعد عبادی داره تنها، که آقا تو محیط جامعه نباید فقیری باشه، شمای مؤمن باید زکات بدی. قضیه گرسنگی این که اصلا مفهومی نداره تو جامعه اسلامی. آقا هر اشتباهی لغزشی از مسلمان سر زد کفارش چیه؟ آقا 60 تا فقیر رو غذا بده، آقا 30 تا رو غذا بده، 10 تا رو غذا بده، روزه نمیتونی بگیری، نمیدونم قسم خوردی، کفاره ای داری، نذری داری، فلانی داری، همش غذا دادن فقیران. قرآن خیلی مفهوم زیبایی انجام میده. واقعا کوتاهی در عبادت تاوانش کمک و خدمت جامعه. این تشویقه، این فعال کردن یک نوع مثلا چیزه، یک حرکت دادن است که بعد دیگه این روند ادامه پیدا میکنه. میدونه که آقا کوتاهی های من جبرانش اونجاست، مالی خرج باید بشه، مالی باید خرج بشه. خودش هم اصلاح میشه، جامعه هم رشد میکنه. و جالب اینجاست که وقتی میخوایم زکات هم بدیم، این زکات آقا کجا باید بدیم؟ اولین جاش خویشاونداست، نزدیکان من، اولین جا فقیر خویش. یعنی اگر تو خانواده من فقیر هست، فقها میگن حق نداری که بری همسایه بدی. اگر همسایه فقیر داری، حق نداری ببری تو منطقه دیگه. اگر تو منطقت فقیر هست، حق نداری ببری تو شهر دیگه. تو شهرت فقیر هست، حق نداری بفرستی جای دیگه. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. اول پدر مادر و خویشا و هرچی به انسان نزدیکتر میشه اولاتر است، به استثنای زکات که برای والدین و فرزندان جایز. اینا دیگه اینا که اصلا چرا برای نیستن؟ چرا برای والدین و فرزندان زکات جایز نیست؟ چون که اینجا دیگه فقر اونا فرق تو هست. این وظیفه تو باید بونه از جیب خودت بدی، نه از این حقی که برای مساکینه. اونا اصلا طرف اومد میگه که پدرم گفته بابا انت و مالک لابیک، چطوری میگی؟ تو با ثروت و دار و ندارت مال پدریتی. یعنی پدری که مثلا 5 تا بچه ثروتمند داره یعنی چی؟ کدومش ثروتمندتره؟ پدر باید دارایی پدر مساوی است با دارایی 5 تا بچه، چون اینا مال پدرشونن با داراییشون، کل زندگیشون. پدر تو رو ساخته، پدری که تو رو اینقدر بار آورده، زحمت کشیده، مثلا عرق ریخته، دماغت هم نمیتونستی پاک کنی تا دیروز. حالا دماغ جای خودش. خب این به اصطلاح قضایه، البته خب رسیدن به رسیدگی به خویشاوندان این وظیفه است، منت نیست، فضیلت نیست، بایدیه. خب در کنار این خب باز این مثلا عبادت زکات که این هم مال همه ثروتمنداست، همه دارا. اصل عبادت زکات نه مال همه ثروتمندان، مال همه مسلمان است. آقا من میخوام مسلمان باشم، اول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بعدش نماز، بعدش زکات. ندارم، داشته باش، کار کن در بیار. خب روزه، انا نمیدونم، حج، ندارم، داشته باش. فعلا گناهکار نیستی، اما به تراش اگه میخوای این عبادت رو انجام بدی باید کار کنی. میخوای بری حج یعنی چی؟ ثروتمند باشی؟ چرا نیستی؟ باش. خب اینا همش خودش تشویقه. یعنی زکات و حج هم خودش تشویق به فقر زدایی در جامعه. دقیقاً
نه اینی که مثلا حل مشکل فقراست، یک بعد از قضیه است. اما خودت باید چرا این مرحله فقر رو داشته باشی؟ دست بالا باش. همیشه دست بالا باش. ید العلیا خیر من الید السفلی. دست بالا همیشه بهتر از دست بهتر پایین. از دست پایینه. طرف اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ندارم. اصلا این جالب است. اینی که طرفی بیاد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگه که من ندارم، اینو ما اصلا نمیبینیم. یه سوژه که میاد سوژه میشه، یه مورد که اومد سوژه شد. تو چشم. تو همه جا. آقا اومد یکی پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که من فقیرم. گفت تو خونت هیچی نداری؟ گفت نه هیچی ندارم، یه حصیر دارم، یه کوزه. گفت بیارشون. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم این کوزه و حصیر رو گفت آقا اینا حراج کی میخره؟ یکی اومد گفته به اصطلاح 2 دینار میخرم. فرمودن که خب این 2 دینار یکیشو برو غذا بگیر، به اول شکمتو پر کن، یکی دومشو برو تبر بگیر بیار. تبر گرفت آورد، پیامبر خدا دسته کرد گفت که برو 15 روز نبینم. 15 روز نبینم یعنی چی؟ نه یا مسجد ما آقا نمیخوایم بیا اینجا نماز بخونیم. کار کن. مسجد رسول نیام، تو جماعت به همراه پیغمبر تو خدا. جماعت پیامبر، تو این مسجدی که یک نماز 1000 نمازه نیام. نه خیر نه آقا، برو تو همون روستایی که میری، برو تو همون دشت دمنی که به اصطلاح هیزم جمع میکنی، وقت نماز همونجا اذان بده. اذان بدم تو روز، برای کی اذان بدم؟ تو کاریت نباشه. مخلوقات خدا بابا، هر سنگی هر درختی صدای اذان رو شنید برای دعا میکن. همه اینا روز قیامت برای شهادت میدن در مقابل این تأخیر از مسجد. و بیا بعد از 15 روز اومد و ظاهرش خوب. خب این در کنار این که تشویق هست، این فقر زدایی هست، کارآفرینی هست. ما بیایم کار درست کنیم. یکی از مواردی که خیلی مهم هست اینه که دست به دست هم بدیم. ما میایم مثلا وقتی میای کتابخانه رو نگاه میکنی، به پروژه ها یه نمیدونم فقر زدایی و فلان، از بس این حرفا رو شنیدم، از بس این کتاب رو دیدم، آدم حالش به هم میخوره. همش چیه؟ همش تکیه داره بر دولت آقای فلانی، حکومت آقای علانی، از سال فلان تا فلان این کار کردن. بابا خودمون باشیم یکم راست درست با خودمون، حداقل به خودمون گول نزنیم. آقایی که اومده رئیس شده، آقایی که اومده وزیر اقتصاد کشور شده با مدرک تقلبی که از نمیدونم روسیه آورده، آقایی که نمیدونم بلد نیست مقدار بودجه تعیین شده سال رو بشماره. چه میدونه اصلا؟ بخونه حتی. طرف اومده آقا وزیر نمیدونم چی بهداشت و درمان کشور، حجت الاسلام نمیدونم پیازسبز. بابا عقل کجاست؟ خب وقتی که شما میاد یک حجت الاسلام رو میذاری وزیر فلان و وزیر کشور و نمیدونم وزیر فلان، تو خود یعنی چی؟ یعنی ما خودمون میدونیم. خب این دولت مردا و نمیدونم حکومت و فلان اینا یه مشت چپاولگر، یه مشت آدم نادان بی سواد نمیدونم چی اومدن سر کار با واسطه گری و با رشوه و با نمیدونم چته بازی و فلان. خب پس حل رو پیش اینا دنبالش گشتن، مثل اینکه آب تو آتیش بگاهی دنبال آب بگردی. آب در همه کوبیدن است. خب راه حل چیه؟ راه حل برمیگرده به شونه من و توی جامعه. تویی که وضع حالت خوبه، مشکل جامعه داره. مشکل چیه؟ بابا روستای فلانی میرفتی با خانوادت اونجا 4 سال پیش میرفتی پیکنیک، این دفعه رفتی اصلا روستا خالی شده. پس روستا خالی شده یعنی چی؟ یعنی فردا بچه تو گرسنه میمونه. اون کشاورزی و باغداری تعطیل شد. تعطیل شد. خب پس چی کار باید بکنم؟ هیچ. تویی که وضعت خوبه، روستایی رو برو تشویقش کن. آهای روستایی، اگر امسال پیاز کاشتی من کیلوی اینقدر ازت خریدم، اینم پولش نیمه پولش پیش پرداخت، نیمی دیگر رو تا به محصول اومد پرداخت میکنه. بعدش چند وقت بری سر بزنی وضع پیازام چطوره؟ کود و مود و اینا خوب، کودش به من پای من. خب آقای نمیدونم فلان کشاورز رو تشویقش کن. وقتی این کشاورز کار داره تو زمین خودش، سرمایه داره،
میدونه که چرا روستاشو بذاره بره شهر. وقتی که دیگه پول داره، مسائل به اصطلاح آموزشی بچهش تامین شده است، وقتی مسائل بهداشتی خانواده‌اش تامین شده است، دیگه چرا روستاشو بذاره بره دنبال به اصطلاح سیگار فروشی تو خیابونای شهر؟ کامل. من منتظر باشم حکومت این کارو بکنه؟ آقا نمیکنه. نکرد. تا حالا که نکرده، که میخواد بکنه؟ 30 و اندی ساله غیر از دزدی و چی ما ندیدیم. اما توی جامعه، توی فرد کجایی؟ اینه که من میگم باید ما دست به دست هم بدیم. جامعه، افراد، هر فرد بابا 4 نفر تاجر خوب میتونن 4 تا روستا رو فعال کنن. خب همونطور که مثلا به پزشکامون، به مهندسینمون و به فلان تشویق کردن، تاجرم. آقایی که قدرت داره، ابتکار داره، ابتکار خودشو بده به دست تاجر، به دست کسی که به اصطلاح یه دیگر رو کامل کنیم. خیلی زیباست. یک تجربه در جهان که اصلا نام گرفت. 5 دقیقه وقت داریم فقط. در این 5 دقیقه همین تجربه رو بگم. بفرمایید. طرف آقای یونس نامی بود از بنگلادش، رفت اقتصاد خوند تو خارج. وقتی اومد کشورش دید که بابا مشکل فقیرا چیکارشون کنیم؟ این بانک‌ها همش دروغ، هیچ بانکی سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. رفت پیش بانک‌ها که آقا این فقیر رو قرض الحسنه بهش بدین. پول بدیم به دست فقیر، خب گرفت رفت. کی ضمانتش میکنه؟ اومد خودش فکر کرد که من قرض میدم به فقیر، هر 4 تا فقیر یه دیگر رو ضمانت بکنن. با چی؟ با نداری. من میخوام کار کنم. خب آقا من اینقدر پول میدم، برو 4 تا نخ بگیر، بیا یه ریسندگی باز کن. نه چی نمیدونم، کارهای همچین دستی، هر کاری که از دست فقیر برمیاد. 4 تا گوسفند بگیر، نمیدونم بچرونشون، شیرشون رو بفروش. به این صورت این آقا اومد بانکی درست کرد به نام بانک فقیران. قرض حسنه دادن به فقیران. اینو هر کسی از ما تو جامعه میتونه بکنه. همین فقیری که دم دست بود، همین نمیدونم چی سر خیابون میاد دستو میگیره، دستشو بگیر. عزیز من، مشکل چیه؟ نداری؟ بیا من بهت قرض میدم، یا نمیدونم فرقون میخریم، میذاریم به صورت پرتقال میذاریم توش، بده تو همین خیابونا پرتقال تو بفروش. خب من تو 1 ماه 2 ماه قرض بهت میدم، بعد از اون این قرض منو سالی اینقدر پرداخت. یه چیزی که اصلا من یکی همچین کاری رو هر کسی از ما میتونه بکنه. این طرف همین کارو کرد. الان همین بانک فقرا در بنگلادش 400 تا شعبه داره. بانکی شده برای خودش. بانک جهانی شده. در خارج از کشور 52 تا شعبه داره. درآمدش به اصطلاح پولی که در اختیار داره نقدینش 800 میلیون دلاره. پول در حرکتش به اصطلاح معاملاتش که به اصطلاح جریان داره بهاش 2 میلیارد دلار است. کی درستش کرد؟ یه فرد. حکومت بعدش اومد دستشو میبوسه که حالا که شما اینقدر بزرگ شدید و گنده شدید اینا، بذارید که رسمیش کنیم و حکومتیش کنیم. اگر ما هر یکی از جوانای ما، هر یکی از عقلای مفکر ما، هر یکی از به اصطلاح پولدارای ما میتونن یک کاری همچنین کوچیک در حد توانشون انجام بدن. تو روستای خودشون، تو محله خودشون، تو خانواده و فامیل خودشون حداقل میشه مشکل حل کرد. جوانی رو سر کار بنداز. یه نمیدونم موتورسیکل بگیر که نمیدونم پفک بفروش. یه نمیدونم کار به اصطلاح عملی یادش بده. 4 تا نمیدونم زنایی هستن بیوه و نمیدونم فلان، آقا به 4 تا چی کارگاهی درست کن که اینا بهشون خیاطی یاد بدن، گلدوزی یاد بدن، 4 تا ماشین گلدوزی براشون بخر، قرضن بخر، پولشو بعدن میدن، کم کم قرض الحسنه با به اصطلاح مبلغ کمی که همیشه به اصطلاح ماهی اینقدر به من پس بدی که روشون فشاری نباشه. این ماه نداد، نتونست، نده. خب اینه که کارسازی کنیم، جامعه رو به حرکت در بیاریم. در همه اطیاف و اقشار جامعه ما میتونیم یه نقش سازنده‌ای ایفا کنیم. انشاءالله که هر کدوم از ما گامی برداشته باشیم و بتونیم قدمی برداریم در راه حل این مشکل. جناب دکتر 2 دقیقه فرصت داریم، ساعتی که پیش رویم است تا پایان برنامه.
مهم اینه که ما در جامعه فرهنگ سازی کنیم. اولا فرهنگ گدایی و طلب رو از جامعه گمش کنیم. ثانیاً در جامعه فرهنگ سازی کنیم به اینی که درد جامعه رو داشته باشیم، به اینی که در راه جامعه و در راه حل مشکلات جامعه سهم ایفا کنیم، انفاق کنیم در راه خدا. به اونی که نداره و امکان نداره، جامعه فقیر درد ماست. نمیدونم فلانی به خاطر اینکه بچه منحرفی داره، فلانی که به خاطر اینکه نمیدونم تو خونش معتاده، فلانی که به خاطر اینکه به اصطلاح یکی از بچه‌هاش مشکل داشته به زندان افتاده، این رو نباید با یک عصا همه رو زد. یه بنده معتاد داره تو این خونه، خب این خونه معتاد دار، این خونه مشکل دار، این خونه فقیر، این یک لکه ننگ توی جامعه ما، باید اینو پاکش کرد. پاک کردنش کشتن و دفن کردنش نیست، پاک کردنش شستنشه. همونطور که یه لکه‌ای که روی لباسمون میاد دیگه نمیایم قیچیش کنیم بندازیمش دور، میایم میشوریم، تمیزش میکنیم، پاکش میکنیم. هممون دست به دست هم بدیم، انشالله میتونیم در جامعه یک انقلاب بپا کنیم. وقتی میگم که هر کسی در فضای خودش، در تخصص خودش، یک پزشک وقتی این کارو کرد، دیگه فقر بهداشتی از جامعه رخت برمی‌اندازه. وقتی هر معلمی، هر نمیدونم عالمی اومد نقش خودش رو ایفا کرد، دیگه فقر فرهنگی، فقر علمی و دانشی از جامعه رخت میبنده. وقتی یک آدم پولدار و ثروتمندی اومد نقش ایفا کرد، دیگه گرسنگی تو اون جامعه معنا پیدا نمیکنه. انشالله. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات شما و همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر میکنیم. انشالله که همه ما بتونیم یک گامی برداریم، منتظر دیگران نباشیم. هر کسی در حد توان خودش میتونه ولو با یک حبه خرما، با تعبیر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، با یک دانه خرما هم میشه در راه شاد کردن و لبخندی بر لب یک فقیری آوردن گام برداشت و این که حداقل کاریه که میشه کرد و کارهای بزرگتر هم که مقداری درباره صحبت شد. و در پایان تشکر خاص دارم از احمد جان عزیز، فرید و منیر احمد و محمد و رفیع الله عزیز، از عزیزان پشت صحنه و همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال می‌سپاریم تا برنامه دیگه. خیلی ممنون. الله یارتون، جزاکم الله خیرا.